اما خطر بزرگ دیگری درست در شمال غرب و غرب ایران شکل گرفته بود که حتی تمامی نیروهای نامبرده در بالا از آن واهمه داشتند: امپراتوری عثمانی. اصفهان، اوایل پاییز 1722 میلادی. شیوع قحطی بسیاری از شهروندان گرسنه را وادار کرد در پی غذا و آذوقه بگریزند. تمام مزارع و منابع غذایی حومه شهر نابود شده بود. قحطی پس از مدتی اهالی را واداشت برای زنده ماندن به خوردن اسب و موش روی بیاورند. اهالی شهر از فرط گرسنگی در خیابان‌های اصفهان جان می‌دادند. فرهیختگان و دانشمندان بسیاری هم در بین این افراد بودند. جمعیت اصفهان که در سال 1122 هجری قمری بیش از 500,000 نفر بود، به 100,000 نفر کاهش یافته بود. شاه سلیمان قبل از مرگش در سال 1105 هجری قمری ولیعهدی معرفی نکرد.